غیر مسلمان اگر آزار بوده پیامبر میگه مرا آزار دادی. ببین غیر مسلمان آزار دادن آزاری من نمیگه پیامبر میگه. ببین و من ازانی اینا امام احمد حنبل در مسندش میاره میگه و من ازانی یکی فراموش نکنید وقتی زمی را کسی که ایمان نمیاره وقتی ایمان نیاورد ما حق نداریم را ایمان نکردن پیش کنیم یا به قتل برسونیم بلکه قاعده اسلام چیه دعوتش میکنیم نگیرید بعد انالوگش میبندیم میگیم برای گارانتی حیات ماهیده صد تمام بسپارد تمام با همین زندگی میکنن او حیات او در پیش خدا در پیش ما قدر داره حیاتش احترام داره. انا که بینیم برادران که وقتی پیامبر میگه همین خیال آدم آزار دادی من آزار دادم و کسی من آزار داد الله را آزار داد و کسی الله را آزار داد دیگر آخه وجودی او در این حیات